آره داداش دیگه، من یه موقعی فازم خوبه، یه سری صحبت ها با شما میکنم، بعد که فازم میره اگه بخوام صحبت کنم دیگه کسشر تحویل میدم. الان دیگه اصلا مغزم راست. ولی یادتون باشه تمام اتفاقای دنیا زمانی رخ میدهد که دو تا انسان به هم دیگه نزدیک میشوند، چه خوب چه بد. یه ذره اگر گمی، اگر نمیدونی داره چیکار میکنی، یه ذره فاصله بگیر، یه ذره تنها باش. انرژیت معجزه میکنه. انرژی تو من خودم داداش یه بچه شمالی بودم، پیش زنموی من با مامانی من بو شوکت گفتم، اون از من 50 سال بزرگتر بودم، موقع این چیزا رو حالیم نبود، نمیدونستم. ولی داداش یاد گرفتم بد نیست. من همین الان یه کلمه خفن به انگلیسی بگن همون لحظه جلوی جمع میگم این چی بود، بگو من تو گوشیم بزنم چی بود. یاد گرفتن هیچ ایرادی نداره داداش. خواهش میکنم یه چیزی نمیدونین تو جمع کس شر تف ندین الکی، چون خودت هم بعد باور. دیدی قدیم به دختر دروغ میگفت آدم بعد خودش هم باور میکرد. نکن.